استاد عبدالکبیر الحیدری از کشور افغانستان میهمان محفل هستند. جناب آقای الحیدری عزیز خوش آمدین. تشویق بکنید استاد عبدالکبیر الحیدری رو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما سروران عزیز و بینندگان عزیز و همچنان خدمت اساتید معظم قرآن. الله اهلا و سهلا و مرحبا بكم. بخوانید برامون، ما هم کیف کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الله الله ما شاء الله يا عين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله 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 يا شيخ عبد الكبير. الله 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 بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك ما القارعة. الله 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 يا سلام سلم. نستجير بالله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم يا ربي لا إله إلا الله. أجرنا يا رب. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. لا إله إلا الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن
فصل لربك وانحر نعم نعم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. احسن احسن طیب الله انفاسکم. جناب عبدالکبیر عزیز، من فقط یه سوال بپرسم. شما بپرس حسن اینجا، چون این سوال همیشه شما عربی، از فارسی؟ فارسی دیگه. فارسي. حياك الله شيخ عبد الكبير. حبيبي حياك كل هلا الله. فيك. الجو بارد عفوا ممنون يعني که فارسی پرسیدید. بله بله میپرسم. خب باید شما از قطر اومدید یا از افغانستان؟ جان من افغانستان ساکنم، اما به خاطر سفرهایی که می داشته باشیم ساکن عمان هم هستم. مسقط. عمان. بله. مسقط. برنامه محفل رو دیدید حتما. کشورهایی که رفتید واقعا خصوصا در کشورهای عربی، حالا افغانستان هم حتما زیاد پخش شده و بله، بله. بیننده های زیادی داره، یعنی دقیقاً. چند برابر بینندگان عزیزمون در ایران بوده. دقیقاً. شما نظرتون چی بوده در به برنامه؟ حضور شما نظر را که مردم داشتن ما هم همون نظر هستیم. یعنی مردم با یک دنیا علاقمندی و شوق نگاه میکردن و استفاده میکردن، بهره میبردن و در حقیقت در قسمت اشاعه فرهنگ غنامند قرآن بسیار مؤثر بوده در جامعه امروزی. الحق و الانصاف، یعنی الف مبروک علیکم. احسنتم. میتونم بپرسم که به نظر شما چرا محفل تا این حد منتشر شده؟ بله، امروزه هر برنامه نیاز به آپدیت داره. این فکر میکنم که یک ورژن جدید و آپدیت شده است که امروز شما تقدیم کردین ایره. و نسل امروزی خب دنبال همچو چیزها هستند که یک چیز تازه‌ای به دستشان باشه، یک چهره‌های جدیدی اونجا باشه و مخصوصاً چهره نسل جوان خیلی مؤثر بوده. ما فکر میکنم که یکی از ویژگی‌های از این برنامه بحث همین خود ابتکار در خود برنامه بوده که برای اولین بار ایره گفته میتونیم در سطح دنیا بوده. بدون یعنی اغراق میتونیم گفته که الحق و الانصاف قابل تقدیر و تمجید است. نکته بعدی عزیز که شما مهمانانتان متنوع هستند، از یک تیف و طایفه نیست. یعنی خودش در حقیقت می افزاید به اصالت و بزرگی خود برنامه و خودش یک ابتکار الحق و الانصاف که زیبایی است که امروز بیشتر از جوانای امروزی انتظار همچون برنامه را دارن و در حقیقت بگوییم که شاید یک الگویی باشه برای کشورهای دیگر با امید خدا انشاءالله. خیلی ممنونم جناب عبدالکبیر الحیدری از افغانستان ساکن عمان. تشویقشون بکنید. سلامت باشید. متشکرم. متشکرم. رسم میهمان نوازی رو با صدای دستاتون نشون بدید. تمام. حبیبی.